سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزیز و مهربان. امروز هم که باشد میخواهم اندک موضوع درباره احترام پدر و مادر به علم ناکافی خود به سمع شما برسانم. در دوام صحبت از بنده خطاگی سر بزند از الله مغفرت طلب دارم و از همه شما دوستان معذرت میخواهم. و اگر اندک نظر کنیم به قرآن عظیم شان، پروردگار مهربان بیکام و بی زبان وقتی ما را امری به طاعت بندگی عبادت خود میکند، بعد عبادت خود ما را امری به احترام و پدر و مادر میکند، به فرمان برداری پدر و مادر میکند. افسوس که امروز همه ما و شما احترام پدر و مادر را به طریق اعلا انجام داده نمیتونیم. خوش به حال اون برادری که این سخن بنده نالایق میشنوه و اگر خطاگی که نسبت او پدر و مادرش سر بزند خود را اصلاح میکند. و احترام پدر و مادر هم خداوند متعال در چند جای قرآن به سمع ما و شما بیان کردگی هست و احادیث پیامبر خدا علیه السلام هم به حد زیاد است. وقتی یک انسان نزد پیامبر خدا علیه السلام آمد گفت بهترین عمل کدام عمله، پیغمبر خدا گفت که ایمان به الله آوردن است. بعدن کدام عمل است؟ گفت یا رسول الله. پیغمبر گفت که نماز در وقتش گذاریدن است، هر نماز فرائض در وقتش گذاریدن است. گفت بعدن یا رسول الله کدام عمل است؟ گفت که احترام پدر و مادر است. به همین خاطر اندک توجه کنیم دوستان عزیز. در دیگر احادیث پیامبر میگه وقتی پیامبر به پیش منبر آمد قدم اولش گذاشت آمین گفت و قدم دیومش گذاشت آمین گفت و قدم سیومش که گذاشت آمین گفت. صحابه از اون سوال کردن یا رسول الله این عمل پیشتر انجام نمیدادی؟ گفت الان حضرت جبرائیل علیه السلام آمده بود و به من مجبور کرد که در 3 دعای من تو آمین بگو. اول دعا کرد که یا رسول الله وقتی که هر کسی که نام تو را میشنوه صلوات بر تو نمیفرسته الله متعال او را از رحمتش محروم بگردوند. میگه در این قدم اول گذاشتم این دعا را کرد و من مجبور کرد که آمین بگو. به همین خاطر هر برادر هر خواهر که نام پیامبر را میشنود صلی الله علیه و سلم بگوید. و قدم دیوم را گذاشتم بر من گفت یا رسول الله هر کسی که ماه شریف رمضان درک میکند روزه ماه شریف رمضان انجام نمیدهد و در او خیر و سخاوت عبادت زیاد نمیکند خداوند او را از رحمتش محروم بگرداند. و به من تذکر داد که آمین بگو. خوش به حال اون برادری که ماه شریف رمضان گناههای او را مغفرت میکند. و سیم دعای کرد وقتی که قدم سیم را گذاشتم گفت یا رسول الله هر کسی که پدر و مادر را درک میکنه یا یک تای از این را درک میکنه و دعای اونها را نمیگیره و خدمت پدر و مادر را نمیکنه الله او را از رحمتش محروم بگرداند. و با من تذکر داد که در دعای من آمین بگو. به همین خاطر برادران عزیز و مهربان کوشش کنیم که در زندگی در خدمت و پدر و مادر پیش قدم باشیم. احادیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم در این رابطه به حد زیاد هستند. به همین خاطر اندک به خود بیایم. پیامبر خدا علیه السلام در احادیث دیگر بیان میکند که زمان آخر می آید که امتی من در فکر زن خود می شود و در فکر مادر خود نمی شود. فکر زن و فرزند خود را می کند لکن فکر مادر خود را نمی کند. جوان امتی من در فکر جوره خود می شود و در فکر پدر خود نمی شود. خوش به حال اون برادر، خوش به حال اون خواهری که چکار میکند احترام پدر و مادر می کند. خصوصا شیخ سعدی هم در شعرهای مبارکش چی خوشرو میفرماید این چی شور است در این دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. دور شیخ سعدی از دور من تو ده بهتر بود نه که اون بر من تو تذکر میداد. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. دیگه مهر و محبت نمونده است. به همین خاطر برادران عزیز همه درد دلتون بر پدر و مادر وقتی که میکنی پدر و مادر در کودکی چگونه که تو را دوست میدارد کلون سال هم شای زن و فرزندار هم شای چکار میکنه تو را دوست میداره. این زنی من و تو داریم اگر 1 ماه کسلی بکشیم از بری من و تو دور میشوه. اون مادره که برای من و تو عشق میریزه. در
عمری که الله بر من نصیب کرده بود، بعضی مادرای را دیدم که از غم فرزند از دنیا گذشتن. به همین خاطر برادران عزیز و مهربان، خدمت پدر و مادر برای خود غنیمت بدونیم، دعای اونها را بگیریم، اون چیزی که برای خود دوست می‌داریم برای پدر و مادر دوست بداریم. الله متعال میگه چگونه که تو را مهربانی میکردن در خوردید، تو نسبت اونها مهربانی کن، حتی در دعات اونها را فراموش نکن. وقتی که دست میبرداری دعا میکنی، اولین کسی را ذکر میکنی این پدر و مادر تا باید ذکر کنی. بگو الله متعال از گناههای اونها بگذر. مادر برای من تو شیده گرسنه مون، مادر برای من تو شیده تشنه مون، شبها خواب نکر. به همین خاطر خدمت پدر و مادر را به جا بیاریم. پیامبر میگه کما تدین و تدان، هر معامله که کردی همو را منتظر شو. اگر پدر و مادر ما امروز خارکی کردیم، دعای اونها را که نگرفتیم، اشک دیده اونها را که ریزوندیم، فردا ما از فرزندای خود میبینیم. الله متعال همه ما و شما را در خدمت پدر و مادر بهترین مسلمان، بهترین خدمتگار نصیب روزی بگرداند.